سلام به همه، امیدوارم که حالتون عالی باشه. این ویدیو یه ذره متفاوته. چرا؟ من تا الان 2 تا ویدیو توی این چنل داشتم که جفتش معرفی فیلم خارجی بود، اما اومدم با یه فکت و یه معرفی فیلم ایرانی توی این ویدیو. میخوام چرا جمله اینجوری شد، یعنی در کل میخوام یه فکتی رو از یه فیلم ایرانی و اون فیلم ایرانی رو قاعدتا بهتون معرفی کنم و به شدت هم پیشنهاد میکنم فیلم رو حتما ببینید. خب بریم سراغ فیلم. اسم فیلم علفزاره که سال 2022 که میشه سال 1400 خودمون فیلم به اکران در اومد و منتشر شد. بازیگر این فیلم باید بگم ستاره پسیانی، ترلان پروانه، پژمان جمشیدی و سارا بهرامی توی این فیلم بازی میکنه. داستان فیلم از این قراره که یه عده رفیق و یه حالتهای زن و شوهر یه باغی رو اجاره میکنن که یه شب بتونن توش خوش بگذرونن، اما این شب به یه شب کاملا درب و داغون تبدیل میشه. چرا که 4-5 نفر به این عده زن و شوهر حمله میکنن و دستای مردا رو میبندن و به زناشون تجاوز میکنن. این مسئله دادگاهی میشه و یه سری اتفاقایی داره که بازپرس این پرونده پژمان جمشیدیه. و اینم باید بگم که این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده که هیچ وقت هم پروندهش حل نشد و همینجوری پرونده باز مون به علت یه سری پارتی بازی‌ها و اینجور داستانا. پرونده بسته نشد. حالا داستان از چه قراره؟ من چی اومدم توی این ویدیو به شما بگم. شما اگر تیزر این سریال رو ببینید که حالا اگه من تونستم پیدا کنم لینکشو توی دیسکریپشن قرار میدم، چون که کپی رایت داره نمیتونم بذارم تو ویدیو. تیزر فیلم علفزار رو ببینید، یه داستان دیگه ای هستش. و اگر برین خود فیلم علفزار رو ببینید یه داستان دیگه ای هستش. چرا؟ چون که توی فیلم علفزار یه سری سکانس‌های سانسور شده، علل خصوص سکانسی که به اینا حمله میشه و یا حالتی حالا تجاوز صورت میگیره و کلا اون سکانس باغ سانسوره. اگه شما تیزر رو ببینید کاملا متوجه هم میشین. از یه طرف میشه گفت منطقیه و از یه طرف هم میشه گفت منطقی نیست. خب از یه طرف توی باغ یه سری اتفاقای میافتاد، مثلا همه میپریدن توی سقف و این نمایشش توی نمایش خانوادگی ایران و سینمای ایران واقعا سخته، یعنی نشدنیه تقریبا که چه عرض کنم 100%. به همین دلیل این طرف سانسور شدنش منطقیه، ولی حداقل باید قسمت‌های حمله شدنشو میذاشتن که اینم نذاشتن و خیلی هم برخورد داشت. حتی فقط صرفا اومدن یه فیلمی رو بدن بیرون دیگه. تا یه جاهایی هم باید قشنگ مثلا حدس بزنین فیلمو چه اتفاقی افتاده، ولی به شدت فیلم قشنگیه. یعنی از سینما ایرانی بعید بود همچین فیلمی بسازن، ولی کارگردان و تهیه کننده بهرام رادان بود. بهرام رادان هم یکی از بازیگرای خفن ایرانه و بازیگرای خفنی هم آورده توی فیلم و قاعدتاً فیلم چقدر زیر میزنم ماجی. آره دیگه، حالا اگه دوست داشتین برین علفزار هم ببینین. علفزار توی سایت ها غیر قانونیه، نه یعنی قانونیه که ما کاری که میکنیم غیر قانونیه، پس از سایت سعی نکنید بگردید پیدا کنید چون نیستش. برین تو تلگرام. آره دیگه، خیلی هم ممنون تا آخر ویدیو با من همراه بودین و لایک و کامنت و ساب و شیر و سیو نداره یوتیوب. فیلم سریال چیزی داشتین خفن بود اسمش در نشده بود، حتما توی کامنت بنویسید. همه کامنت ها رو میخونم چون که هیچ کامنتی ندارم و کامنتتون میاد تو چشمشه، پس کامنت بذارید. من تشنه نه چرا خودم خراب بکنم. آره دیگه، تا یه ویدیو دیگه و یه فیلم دیگه، فعلا عشقایی دارید.